به نام خدا، در خدمت دانش آموزان عزیز پایه 8 و 9 هستیم با تدریس بحث کسرهای مسلسل که خب بعضی از عزیزان سوال داشتن راجبشون. خب ببینید شکل کسر مسلسل اینجوریه، یعنی یه خط کسری که شما میبینید مثلا ایشون، ما دیگه بالاش عملیات نداریم، یک به اضافه یه چیزی باشه نیست. اگه هم باشه خب دیگه کسر مسلسل به حساب میاد. کسر مسلسل شکلش اینه. حالا ممکنه شما یه کسری ببینید که تو صورتش یه دونه کسر مسلسل داشته باشیم، تو مخرجش یه دونه کسر مسلسل داشته باشیم، اما شکل کسر مسلسل به این صورته. خب این کسرهای مسلسل میتونن متناهی باشن، یعنی یه جایی تموم بشن و ممکن هم هست مثل اینی که اینجا میبینید تمامی نداشته باشن. و این یک هایی که میبینیم در حالت کلی، بله وقتی شما کسر مسلسل برای یه عددی می‌نویسید باید یک باشه، اما خب یه وقتایی سوال هایی میبینید که ممکن عددی غیر از یک هم بذارن. ما از روش کسر مسلسل استفاده میکنیم و جواب میدیم. در مورد کسر مسلسل بچه‌ها اینو بدونید، هر عددی چه گنگ و چه گویا یک نمایش کسر مسلسلی داره. حالا مثلا عددهای صحیح که نه به اون صورت، چون خب نمیشه براشون نمایش کسری نوشت به این صورت، اما برای عددهای دیگه چرا. حالا با هم مثال حل میکنیم. برای عددهای گنگ هم حتی ما میتونیم بنویسیم، اما فعلا در حوصله کانال ما و در حد شما عزیزان نیست. خب یه مثال حل کنیم. به عنوان اولین مثال ساده‌ای باشه، میگه اینو جوابشو به دست بیارید. من میدونم این یک کسر مسلسله. روش حل اینا به این صورته که از این پایین باید شروع کنم بیام به بالا. منفی 3 رو به اضافه 1/4 میکنم. خب این مخرج 1 داره، بخوام مخرج مشترک بگیرم 3 4 تا 12 تا منفی 12 به اضافه 1 میشه منفی 11/4. خب خوبش اینه که من اینجا میتونم اینا رو پاک کنم و جوابمو بنویسم. شما بازنویسی کنید. ولی حالا نوبت اینه، 1 به روی منفی 11/4. ما میدونیم که 1 تقسیم بر یه عددی بشه عدد رو معکوس میکنه، یعنی میشه منفی 4/11. خب باز دوباره من اینا رو پاک میکنم، میشه منفی 4/11. خب مثبت که هیچی، باز جواب اینو به دست میاریم، منفی 2 منهای 4/11 که خب باز مخرج 1 هم بخوایم بگیریم هم علامت هم 2 تا 11 تا 22 تا با اون 4 منفی 26/11. اینم می نویسیم. حالا نوبت جواب اینه، منفی 1 خودش به اضافه جواب اینم که باز میشه منفی 11/26، چون 1 تقسیم بر هر عددی بشه عدد رو معکوس میکنه. خب اینم که باید 1 رو ضرب در 26 کنیم با 11 جمع کنیم، میشه منفی 37/26. این کسر مسلسلی که از اول بود که حالا من پاکش کردم مساوی با منفی 37/26 میشه. خب 37/26 هم یه عدد گویاست. یه مثال دیگه، توی این مثال عملا از شما اینو خواسته، گفته خب بچه ها من 67/29 رو بهتون میدم، شما نمایش کسر مسلسلش رو بگید به این صورت. خب کار خیلی راحتیه، به شرط اینکه شما 2 تا فرآیند و مدام پشت سر هم تکرار کنید تا کارتون تمام بشه. یکی تبدیل به عدد مخلوط و دیگری معکوس کردن. این 2 تا عمل مدام باید پشت سر هم تکرار بشه. خب اول کدوم، هر کدوم که قابل، حالا نه که هر کدوم قابل انجام بود، اولویت با تبدیل به عدد مخلوطه. اگه نشد معکوسش میکنیم. الان مثلا اینجا 67/29 به عدد مخلوط تبدیل میشه، میگیم بله میشه 2 و 9/29. خب این ایکس ما. حالا میریم برای 9/29 معکوسش میکنیم، 29/9 میشه 3 و 2/9. این ایگرگ ما به همین راحتی. باز میریم برای 2/9 معکوسش میکنیم. ببین عدد مخلوط تبدیل میکنم معکوس میکنم، 9/2
میشه 4.1. اینم حرف بعدیمون زد. میرسیم به 2.1 که معکوسش میکنیم میشه 2.1. بچه ها 2.1 دیگه 2 دیگه نمیگیم 2 و چند یعنی کارمون تموم شد. یعنی اگه مثلا جایی رسیدید که دیگه صورت شد 1 یعنی کارتون عملا تمام. این هم عدد بعدیمون. پس اگه من بخوام 67.29 رو بنویسم به صورت کسر مسلسل میشه 2 به اضافه 1 به روی 3 به اضافه 1 به روی 4 به اضافه 1/2. خب بعضی از کسرهای مسلسل هستن بچه ها که متناهی نیستن و انتها ندارن. اینا معمولا میگم نمیگم همیشه عددهای گنگ رو برامون نشون میدن. حالا این مثالی که من براتون آوردم مثال ساده ای عدد گویایی رو هم نشون میده و با هم دیگه حلش میکنیم. ببینید برای حل اینا اولی مطلبی که مهمه اینه که براشون اسم بذاریم. من الان دیگه میدونم که جناب آقای آ این عبارته: 1 به اضافه 2 به روی 1 به اضافه 2 به روی 1 به اضافه 2 به روی همینطور برو الی آخر. حالا من میتونم اینو با نوشتن 3 مرحله ادامه بدم، میتونم با نوشتن 4 مرحله ادامه بدم. خط کسری رو بزرگ کنم براتون یک مرحله دیگه هم بنویسم که 1 به اضافه 2 به روی. خب اگه دلتون میخواد بازم میتونید ادامه بدید، اما این میشه آ. حالا ممکنه یکی بیاد بگه اگه من آ رو اینجوری بنویسم اشکال داره؟ 2 به روی 1 به اضافه 2 به روی کم بنویسم. میگیم نه اشکال نداره که بالاخره وقتی ما 3 تا نقطه اینجا میذاریم یعنی میدونیم که این تا بی نهایت ادامه داره. خب حالا قدم اول اینه. قدم بعدی اینه که بتونید آ رو تو خودش پیدا کنید. این تیکه رو نگاه کنید بچه ها که دورش خط کشیدم. این چیه؟ این همینه دیگه. 1 به اضافه 2 به روی 1 خودش تو خودش پیدا شد. یعنی چی؟ یعنی من الان میتونم یه جایگذاری خیلی شیک انجام بدم. بیام بگم خب تو همین عبارت این بالا، تو این عبارت اصلی بالا اینجا داریم آ بنویسمش، مساوی داریم 1 به اضافه خط کسری داریم بالا هم 2. این پایین این چیزی که دورش خط کشیدم و بنویسم آ. چرا؟ چون آ دیگه. نه آ بود دیگه. خب حالا چه فایده ای داره؟ من این تیکه رو حالا پاکش میکنم. حالا فایدهش اینه که شما میتونید توی این رابطه‌ای که به دست آوردید عدد جاگذاری کنید. ببینید بچه‌ها این روش حل داره ها. حلش روش داره که به دست بیارید، اما چون در حد شما نیست با عدد گذاری به جواب میرسیم. مثلا بیایم به جای آ 1 بذاریم ببینیم چی میشه. میشه 1 مساوی است با 1 به اضافه 2 یکم. خب این تساوی غلطه دیگه. 2 یکم میشه 2 با 1 میشه 3. به جای آ بذاریم 2. بعد هر عددی هم نمیتونیم بذاریم دیگه. مثلا 5 بذاریم که خب معلومه اینجا میشه 2 پنجم، جور در نمیاد. 2 بذاریم 2 مساوی است با 1 به اضافه 2 دوم. درست میشه؟ بله بچه ها درست میشه. 2 دوم میشه 1. 1 و 1 هم میشن 2. پس جواب مقدار آ میشه 2. من شبیه این توی کانال براتون یک دونه مثال گذاشتم. الان با این روش دیگه انشالله میتونید حلش کنید.